سلام، خیلی خوش اومدین به بازی دارک یک نسخه ریمسترش. بدون زیر نویس میریزیم ما یه تست کنیم این بازی اوکی یا نه، چون یه بار ریختم زیر نویس ریختم خراب شد. نیو گیم میزنیم و اینجا میایم اسم انتخاب بکنیم، اسم خود کانال بذاریم. اه شب خط تیره بفهم. این از اینم که آجی مرد میذاریم، اینم کلاها این مهم. اینجا نشون میدین چیزی انتخاب بکنید که کاراکترتون چه توانایی داشته باشه. مثلا جادوگر داریم، این نیست. جادوگر کدوم بود؟ سورسر. این جادوگره. از راه دور مثلا انرژی پرت کن، این خوبه. بچین تا حالا جادوگر ننشستم. بخاطر جادوگر سخت. آره بعد از جادوگر اوکی. اینا هم بد نیست، اینا به درده بخور. یه دونه سورسرر خوبه، جادوگر، اونا که از راه دور میخوان بجنگن. یه دونه شکارچی خوبه، یعنی تواناییش خوبه. یه دونه بندیت خوبه، این هم زورش زیاد هم استمنش، اچ پیش هم خوبه. همین رو برمی‌داریم. این ورم آجی گیفتمون کادوی چیزی می وسیله که اول بازی بهمون میدم مستر کی برمی‌داریم. کلید یه دری باز می‌کنیم، خوبه. اینجا بجی اسمالوش نمیشه یافه همونه بذار چی آهای سامورایی واره اینو میذاریم. موامون هم سامورایی طور میذاریم. بودی چه خب بعد شد قیافش. اینو بذار قیافه رو بهش بخوره سامورایی. این بهش بخوره. رنگش هم آجی قرمز بذار. اوکیه. ساون چیزی این کاراکترمون اول بازی تبر داره با یه سپر تقریبا عنکبوتی. اینو اسکیپ کنید، داستانشو زیرنویس داره، چیز خاصی نمیگه. یه تبر داریم خیلی قویه، ضربش قویه. بچه ما تو زندانیم، یه نفر بیاد کمکه میکنه. ایناش اول بازی از اینجا شروع میشه. اینجا هر آیتمی دیدین که این شکلی نورانی لوته. حالا میتونه پول باشه، میتونه کلید باشه، میتونه سلاح باشه. این از این. بعد اینکه بخوام یه توضیح کوچولو در مورد فایتش بگم، شما برای اینکه انمیو بزنید باید اول روش قفل کنید با دکمه R3 یا همون شوک فشار بدید قفل میکنه. راحت تر، اصلا نمیشه قفل نکنید نمیتونی بزنید، سخت. بعد R1 ضربه سبک میزنید، R2 ضربه قدرتی، L1 کارکم برای سپر، یعنی کارونش برای سپره. اگه سپر داشتی بهت نشون میدم، الان میریم میگیریم همه رو. این خط قرمز بالا خب زیر وبکم معلوم باشه چی مونه. اون سبز پایین استامینا، یا همون نفس کاراکتر. اون تمام بشه کاراکتر نه ضربه میزنه، نه مثلا دفاع میکنه، نه میتونه بدوه. یه همچین اون پر میشه. باید یه جوری سر مثلا قولا یا باس فایت یه جوری استفاده کنین که چیز نشه. چی بهش میگن؟ اون تمام نشه، چون تمام بشه ممکنه مثلا باس فایت شما رو بزنه، نتونین جا خالی بدین. یه همچین حالتی دیگه. آره بازی سولزاکه، بازی سخت، جز دستبندی بازی سخته. اینم که بوم فایر آتیش بهش بیاد. میتونید بشینید اینجا سیو کنید بازیتونو و با این پولایی که پایین سمت راست الان 60 تا دارم، هر انمی بکشین بیشتر پول میده. باز مثلا بیشتر 10000 تا اینا خودتون لول اپ کنین، مثلا انرژیتون رو، نمیدونم قدرتتون رو، سرعتتون رو. خب قوی تر میشین دیگه، لول اپ کنین. تقریبا آر پی جی طوره، شبیه الدرینگ. و هر موقع هم که بشینید روی آتیش هم یعنی اچ پی تون چیز میشه، رفرش میشه، دوباره پر میشه. خب اینجا این سپر اون اینجا چه سپر داده؟ شمشیر جلوتره. سپر رو میایم یوز بدیم. خب بله با ال سپر بگیرید بفرم. سپر خیلی واقعا نیازه تو بازی سپر نیازه. بعد من گارد گرفتم، میگه تیرش کار کرد. اینجا هم تبرمونه تمام شد رفت. تبرمونم خیلی خوب. این دیگه غول شدیم دیگه، هیچ کس نمیتونه بارو بزنه. خیلی قوی شدیم. بیا جلو بیدم میخوام تک بشه. برون بر 2 تا ضرب خیلی قوی تر شد. بعد اگه 2 دستی بگیرین سلاحتونو، بعضی شمشیر هستن بزرگم باید با 2 دستی بگیرین. مثلا تبر من 2 دستی بگیرم با مثلث
روی دکمه نمیدونم روی چیز وای، روی ایکس باکس باشه وای دو دستی میگیره و خب این خیلی قوی تر، هم سریع تر میزنه هم دمیجش سنگین، اینجوری بهتره بعضی موقع. اینجا هم که چیز تله ما اینجا کار داریم. اینجا یه نفریه شوالی، این هم کلیدو به ما داد، ما از اینجا آزاد چیم، بریم با هم حرف بزنیم، یه چند تا چیز میگه فلان اینا، تو امیدی یا هم چیزی و بهمون یه همچین چیزی میده، اسوس فلاسک اسمشه. هر موقع اچ پی دون کم شد با مربع یا با ایکس روی دست ایکس باکس میخورینش و 5 تا دارید هر دفعه. اگه خواب تمام شد 5 تا برین روی بون فایر یا همون آتیشه بشینید، چیز میشه دوباره پر میشه. بعدا آتیش اگه آتیش نو آپگرید کنید مثلا 10 تا میشه، 15 تا میشه، خیلی بهتره. خب بیا جلو ببینم چی. بیا جلو همه رو اینجا بهتر کنیم. توضیحات اول بازی بود دیگه، فایتش بستگی به شما داره، بستگی به کاراکتری که برمی‌دارید. سورسر باشین از راه دور می‌زنید. بفرمایید برو برو واچ. اینا ضعیفن باشه، بعضی کاراکترها سپر دارن و خیلی قوی‌ترن. همینجا هست یه داش. بذار دو دستی بگیرم چقدر دمیج میده؟ 105. خب بیشتر شد دیگه، ضربش قوی‌تر میشه. به به این تیر کمون داره اذیت. بیا برو بیدم بابا. اینجا باس داریم پایین کار نداریم. اینجا یه دونه آدم میاد کاراکتر با شیلد، این سخت. برای اینکه اول بازی شروع کردم واقعا قوی، شما رو میتونه بکشه حتی. تمام شد. بعدم میایم درم بازی کنیم. الان نه، باید بریم خیلی جلوتر دوباره برگردیم. اینجا معمولا چی همچین چیزی دیدین توی الدرینگ اینجوری باس فایت، ولی توی دارک سولز بعضیش باس فایت. این باس فایت این پایین هم اول بازی اومد قفل بکنه. باس فایت هم زدی باش. یه بار بزنی. بچه تمرینی ها، این ضعیفه این باس فایت، بگم خیلی ضعیفه. تمرین شلوولی. آخ دیدین استامیناتون تمام بشه دیگه داج نمیده دیگه، یعنی جا خالی نمیده. بذارم میتونم بدون شیلد بزنم، اما بدون شیلد هم میزنیمش. من یه ذره بازی کردم سوزای الدرینگ ها این چیزا بلدم و اصلا نباید عجله کنین توی زدن باسا، باید آرامش. مثلا بگی یکی دیگه بزنم میمیره، آره آرامش، عجله نباید بکن. این مرد چقدر پول میده بذار ببینم. یه کلید داد، خب 2000 تا میداد. بده دیگه بده. من که چی نه 2000 تا داد. این پولا رو برای آپگرید مثلا اچ پی مون و سرعت بازیکن و قدرتشو یه همچین چیزای آپگرید می‌کنی قوی تر میشه. به صدای چیه؟ بریم اینجا بچه. این بازی از اون بازیایی که مثلا آیتم قایم میکنه سازندش، اینجا نگاه پنهان کرد. آره کل مپ باید بگردین دیگه با حوصله با آرامش. ممکنه تله هم داشته باشه شما رو بکشی، همچنان بازیش خیلی سخته دیگه، بازیش جز دستبندی بازی سخته و اعصاب خورد کنه. میگم که میری فیلم یه کلاغی میاد ما رو میبره، مهم نیست. میرسیم به اینجا، از اینجا دیگه شروع میشه بازی. یعنی اینجا بخش آموزشیه یه جورایی. از اینجا شروع شد. فراین شراین اسم این منطقه است. اینجا از اینجا آتش فرق داره. نگاه لول اپ میتونیم بکنیم خودمون، مثلا اچ پی مونو میتونیم لول اپ کنیم. اگه مثلا نفهمید چی نوشته، این سمت راست یه جدول داره از بالا مثلا اچ پی، استامینا یا هم نفس بازی کنه. مثلا نمیدونی این چیه، خب اینو مثلا میدی بالا میبینی مثلا استامینا زیاد میشه، بس این استامیناه. این هم چقدر راحت. بذار من چی بدم بالا دکستریتی، چون جلوتر کاتانا قراره بگیرم. میخوایم برای تیر کمون میخوایم. میدیم بالا تیر کمون هم داره بچه. تیر کمون هم واقعا یکی از بهترین سلاح‌های بازیه. یعنی اصلا نباشه دیگه نمیتونی بازی کنی، اینقدر سخت. با ام پی سی ها یعنی باتای بازی باید حرف بزنین بهتون و یا وسیله میدن یا مثلا بهتون مأموریت میدن و اصلا راهنمایی میکنن و 3-4 بار باید حرف بزنین، چون حرفشون تکراری نیست. بعد 3-4 بار تکراری شد دیگه نباید حرف بزنین. بیا خب این تمام شد. مثلا این داشت در مورد میگفت آقا مثلا 2 تا ناقوس داریم، یه ده پایین یه ده بالا.
اینا رو باید صدا به صدا در بیارین که مثلا در یه جای باز شه. یه همچین حالتی داشت توضیح میداد. اینجا آیتم بوده. بریم این طرق آیتم های بازی. خیلی آیتم داریم. شمشیرهای قدرتی داریم و نمیدونم شمشیر برقی داریم و شمشیر یخی داریم، آتیشی داریم. خیلی بازیش باحاله، در این حال سخت. الدرینگ که جدیدتره، یه اون جزء بازی سخته، همون سولزای که اونجا دیگه خیلی قدرت‌ها بیشتر شده، خیلی بیشتر. بچه پایین حرف بزنیم چی میگه. البته زیاد مهم نیست ولی حرف بزنیم. چون اینا میتونیم بکشیم ولی بهتره با هیچ ام پی سی رو نکشین. بله چی گفت وایسا. آره خب الان ما عضو فرقه شدیم یه همچاتی. بعدا نمیدونم به چه دردی. کلا من خودم چیزی میشم. چه اینا رو بشکن داخل. آخ چرا کنده کاراکتر من. یا من اینجوری اسم کنم ولش کن. اینجا ممکنه آیتم باشه. آره یادم اینجا بود. بعد بریم سراغ مسیر اصلی. اینا رو همینجوری اومدم بهتون نشون بدم. آیتم مپش بازه دیگه، اینجوری نیست که نتون برید. مپش اوپن ورد. باشه لباس هم رو وزنش رو تاثیر داره. مثلا یه کار تا یه حدی میتونین روش شمشیر و سلاح بردارین، بعدش کارت سنگین میشه نمیدونی. این بذارید تو اینونتوریت. اینجا حالا بعدن میایم چه خاصی داره اینجا، چه خاصی داره ولی بعدن میایم. یه صندوق اونجا بدش کن. بریم مسیر اصلیمون رو بریم. این بغل هم یه قبرستونیه، لوت هست، سلاح و اینجور چیزا. حالا میتونیم بریم لوت کنیم ولی باید گاوی بریم، یعنی برداریم بیام. خیلی مثلا آدمش قوی تره ما رو میکشه، بریم برداریم فقط فرار کنیم. چه من شاید اون کارو بکنم. فعلا نیاز نداریم ولی بعد اون کارو میکنیم. میریم فعلا مسیر اصلی رو بریم. از اینجا به بعد دیگه سخت میشه. ببین ام سی هارد میشه، همشون سپردار قوی. دیگه پشت اومد دیدی 3-4 تا حمله میکنن. به جلو بیدم یکی از بالا بمب میندازه. خیلی اون خیلی اذیت میکنه. بذار اینو بکشم این ور یه جورایی. این اومد. ببین همیشه سعی کنین تک به تک بکشینش، مخصوصا اینکه سپردارن واقعا دیگه قویه. بیاد دیدی حال کردی جا خواهد اچ پر کرد بیشتره بابا. پر نکن اچ پی تو. آی دیدی یا آتیش زدی بیشتره. اینا میکشمش. بجی بیدم تربیت ارتی که شطور. دیدی آخ گیر کرد به دیوار. واقعا اینجا شهارده بود، میتونستم منو بکشن. این تبر هم یه کنده داجا عوض کن. بچه اینا ممکنه لوت بدن، ممکنه شمشیراشون رو لوت بدن، ممکنه لباساشون رو بدن همچنین. و لباس بازی هم داریم تو بازی، آرمور و همچین چیزایی که شما رو قوی تر کنه. اونجا هم یه آیتم هست که این رفتن اونجا سخته بود. همین رو بپری بری چیز خاصی چیزی انگشتره بذار بری برداری. بذار من تمرین کنم. اینجوری میپره. بدبختی گیر داری. ببین با دسته بپری. جو خوب پریدم. ببین با یواش میماده خودتو به دیوار میدی. خیلی یواش. یه چیز خاصی نیست واقعا، ارزش نداره. یه انگشتره شما نمیداری تو دستت. وقتی بمیری، هر بار که میمیری توی بازی در حالت عادی مثلا تمام پولت میره، باید دوباره بری اونجایی که مردی پولتو برداری. ولی این انگشتر باشه وقتی بمیری یه بار فقط انگشتر نابود میشه و پولات میمونه. یعنی یه بار یه جای سختی داری میری نمیخوای چیز بشه همچین حالتی خاصی همینجا هستیه. داشتم میفتم. خیلی خوب این از این. حالا بریم کار داریم، قول داریم، اجدا. خیلی بازیش باحاله، خیلی بازیش کم حجم و سبکه. بیا اینجا خوشه. آی نزنی ها. بیا ببینیم چی میگی آخه تو. از این تمام شد. آیتم نداد. نه بریم. به آیتم. بچه اینجا یه موش سمی هست، اونم بریم بزنیم. راحت چین. بچه این سفید سوله، یه جور پول به حساب بیاد.
پول بسته بندی که مثلا لازم داشتین استفاده کنید. اینجا یه موش داریم. وای آجیز سم میشه. ببین این موشه خیلی بده. این موشه تو رو میزنه معصومت میکنه دیگه، سمی میشه. خب پویزن شدی، اچ پی کم میشه. آجی اچ پی اون کم شد. ببین چیکار میکنیم، یه دو مربع میزنیم اچ پی پر شد. همین راحت. بازیش یه جوری سخته که بتونی بری، اون الکی سخت نیست مثل بعضی از بازی‌ها. نمیدونم چه بازی سخته ولی الکی سخت نیست، بازیش باحال. میشه رفت آخرش، حتی برای اولی بارم باشه. فقط باید بدونی کجا بری دیگه، خیلی پیچیده است. چرا حواسم نبود من؟ خب بچه اینجا لوت داره، میذاره سخت نیست، یه طولانیه. اینو باید بریم لوت رو انجام بدیم. خدا ببینم تربیت. یه دقیقه وایسا ببینم اپتیمایز کجا بود اون چیزی میخواست. بیتریت نه، پی سی ستینگ. خب ببین مسیر اصلی ما اینجاه، اونجا که سفیده. چیکار ما اینجا لوت داریم، میخواد با بریم اینجا یه لوت داریم این پایین، یه دونه لوت، یه لوت همون پایین داریم. این با اینا میبینی آویزون اینا میان شما رو میزنن، باید چیکار کنی؟ باید داره بزنی چی مزاحم بدش کن. یکی از اینجا میاد ناش. من باید اینجا نجنگه چون یه ذره صدا سگ توش. نزد سگ. کشتم منو، ولی مسخره گیر کردم اینجا بابا. تبرم خیلی بد. بله یه همچه حالت سخته بازیش. چی مثل گاف رو میزنن، خیلی وحشیه. میایم ما از کجا میایم؟ از اون آتیشه که اول هر بارم که میمیرین احتمالی که آیتم شانسی دراپ کنن خیلی بهتره. باجی من میگم بذار ببینم صدای دیگه ندارم چون این تبره واقعا اذیته. بریم چه میکنیم حالا؟ بریم اونجا بعدا کاتانا میخرم. ببین هر بار که میمیرین دوباره زنده میشن ها، بهتون بگم سختیش به اینه. و دوباره پول میدن، دوباره بکشین مثلا میتونید 10 بار بمیرین بیاین پول بگیرین. بذار ببینم پوش نشد، می‌خواست فینیشرش کنه. آیتم ندادن شانسی نداریم. بابا نزن دیگه تو سگ. چی میگی تو آخه؟ نزن. بشو بچه فال دمیج میشین بگم. فال دمیج اگه ارتفاع بیفتی میمیری. شرف تکش کردیم بریم. هیچ کدوم آیتم نداد. یه شمشیر کوچولو میخواسته باشه، یه شمشیر از این سریعتر خواسته. درسته دمیجش زیاد. این موش هم زنده شد. ما نمیزدیمش، ولش کن چون مهم نیست. اینجوریه که حتما باید بزنی. میتونی مثلا میتونی اسپید ران کنی، فرار کنی، هیچ کدوم نزنی. مثلا من اونجا رو میتونستم برم ولی چون میخوام دوتاشو نشون بدم میرم دیگه. و اینکه الان مردم دیگه آیتمم اونجاه. یه جلو بدم. آفرین. خدا ببینم. اینم بزنم. از پشت جوی فینیشرش میکنیم، دمیج سنگین میخوره. همه رو هم میتونی فینیشر کنی، حتی باس فایت. یه کلاه داد، کلاه خوبی داد. اینجا هم که لوت نداریم بعدن بریم اونجایی که مهمه. اونجا پایین مهم بود، از این ورم میتونیم بریم ولی راه اصلیش از اینجایی. اینجا مردیم. حالا ما اینو برمیداریم، آیتمونو برمیداریم. تا اون یکی بیاد اینا رو سریع بزنم. خب الان دیدین آیتم پولمون رو برداشتیم و اضافه این پولمون شد
و به همین راحت. خب و اینجا بچه، اینجا آیتم داریم دوباره. اینجا یه آیتم داریم، سوله، یه پول همین زیر نویس بریزم اوکی میشه. اینجا هم دیگه چی نداریم بچه. بازی ممکنه NPC های مخفی داشته باشه که شما ردش کنید، اونا مهمه. حتما این بازی با آرامش برید و حتما همه جا رو بگردید. فکر کنم اینجا بود یه NPC مخفی داشت، اینجا نبود، اون جلوتر بود. بعدا بهتون همین الان بهتون نشون میدم. یه ذره بریم جلوتر. اینو ببین، دستش آویزونه بیشترم. دستو باشه. اینا بعدا نقشه میکشه، واقعا میاد به شما حمله میکنه و واقعا بدی میزنه. و پشت نشد، میخواستم از پشت بزنم بهتر بشه. این آدمای عادی انا. جلوتر بریم جلوتر بریم یه آدم غول میاد، یه شوالیه قوی، اون سخت زدنش. اون اولا من نمیدونستم، انقدر سرش میباختم بعضی وقتا نمیزدمش، فرار میکردم. ولی خب یه کریمی میگه وانی بزن پول میده، یه همچین عادتی. اینجا هم آیتمه و برگشتیم اول بازی. نه اولی که اومدیم میشه یومنیتی بچه. این انسانیته. شما الان یه مرده موجود مرده خب اگه بالا آیتم میری اونجا میرسیم، اگه شما اینو یوز بدین یومنیو و همون انسانیتو، یعنی زنده میشین. یه همچنان دوباره اگه بمیرین دیگه برمیگردیم به حالت عادی ها، به این همین حالته. خب کار نریم. به چه دردی میخوره؟ مثلا میری باس بزنی، وقتی یومنیتی میخوری انسان میشی، بغل باس یه جای داره شما میتونین یه دونه یار کمکی برای خودتون بیارین، مثلا یه جادوگر، یه انسان کمکی، یه شوالیه دیگه. آنلاین نه آفلاین، اینجوریه بازیش. و خب به درد میخوره. الکی نباید یوز بدین، چون اگه بمیرید میپره. آیتم اینا پولاجی، اینا بعدن سر ارتقا نیاز داره. خب اچمونو پر شد. اینجا از اینجا نباید بریم، اینو باید بالاتر بریم. بهتون میگم، همه رو میگم، کل مخفی جای بازی میگم. اینجا اجدا بچه، این اجدا رو بعدن که نه میریم جلو با تیرکمون باید دومشو بزنیم، چون چیز داره، یه سلاح خیلی قوی میده بهتون. هم قوی هم سریع. بعضی سلاح اصلا قویه ولی کندن، مثل همین تبره. بعضی سلاح اصلا هم سریع هم قویه ولی گرفتنشون سخت. بیا جلو بینم. نستو آیتم نداد بچه. این ور دوتا شوالی قوی داریم، تقریبا قوی نسبت به اینا، نسبت به این قوی ها. در باز کن. اینجا یه سپر داریم، فکر کنم از سپر ما سبکتره. ببینم سبکتره. آره از سپر ما سبکتره. بابا نزن دیگه اینقدر اونو دیگه، بیشرف. خب ما میتونیم اینجا سیف کنیم و اینا دوباره زنده میشن، دوباره بزنیمشون. میتونیم بریم ادامه بدیم، که من میگم ادامه بدیم بهتر. فعلا نیازی به سیو نمیدم، ولی یه بار بذار بشینم، چون یه بار باید بشینیم. امکان داره بمیری و از عقب‌تر نه. بریم اینجا بشینیم که هم اینا رو بزنیم، پولشون رو برداریم. ریست شد. پولشون رو بگیریم چون قرار تیر کمان بخرم. به جلو بینم. میخواستم اون تیر بزنه بعد بزنم. ضربه سنگین. خیلی دمیج میده، هم استامینت هم زیاد میبره. خدا بدم این تربیت چی میشه آخه؟ اینجا هم اینو هست داش. این گاوی زده چی؟ اینا سختش اینجاه. واسه ببینم اینو نرفتیم، شاید برم الان. نه اون از پایین ببرم. خب این دوتا یه ذره هارد، اینا واقعا گارد میگیرن، باید اینا رو از پشت بزنیم. بهتون میگم چجوری. اینجوری نگاه اینو میچرخی اینقدر میچرخی تا
اینجا آخ گارد کرد. دیدی واقعا گارد میکنه. میتونم یه حرکت دیگه هم بزنم. جلو چیزو میزنی اگه بشه. آز کن شیلدتو دیگه. آها میتونی انقدر بزنی که تا شیلدشو برداره، یعنی استامیناش تمام بشه. میتونم یه ضربه از لگد میزنی. ببین اینجوری نشد. فلش جلو رو میزنی. آها اینجوری لگد میزنی شیلدشو قفل بره میداره، شیلدشو باز میکنه. سخته فلش جلو اون ببین L1 و R1 با اون جهت جلو رو میگیری که مثلا لگد بزنه اینجوری. آها اینجوری باز میکنه. اینجا جا مخفیه پایین. جعبه رو بشکودی بیا اینجا مخفیه خودت نشون بده. نه تبر داره واقعا میزد جوار شاید بیکشت. آی خب اما اینجا یه فروشنده داریم ازش تیر کمان میگیریم. واقعا نیاز داری با کلی تیر کل پولامون شاید بدم. یه چیز خاصی نمیگه. تر میگه این شهر خطریه فلانه ولش کن. ببین اینا کنایه میتونین پرت کنین. دم چاقو پرت میکنین. اینا مهم نیستن. چیزی که مهمه اینه یه دونه کلید مهمه. اینجا مهم نیست. یه دونه اینجا سلاح هم میتونین بگیرین که نمیخواد چون خود بازی جلوتر برید همتون میگیرین. یعنی لوت میکنه خود بازی دراپ میکنن. اینجا چیزی مهمه این تیر کمونه. 1000 تا پولش میگیریم. جهنم سلاح دیگه نمیخوایم. تیرشو میخوایم. تیر قوی تر داریم. تیر بزرگ یعنی دمیجش میشه. ببین دمیج 60 این 45 هم اولی که خب این ارزون تره دیگه. چند تا میتونیم بگیریم 119 تا میگیریم. همه رو میگیریم. اینجا هم شیلد داره که نمیخواد جلوتر همه رو بگیریم. و یه حرف بزنیم اینو بچه بزنیم به اون کاتانا میده. لوتش کاتاناه که میتونیم بزنیمش. میتونیم تیر بیشتر بخریم ازش بعد بکشیم چون تیر کم بیاریم واقعا پاره. همه اینا رو یه باگی هم داره. میتونین یه کاری کنین مثلا این آیتمه اینا این سودا که برداشتین مثلا این یه 7 تا دارم دیگه. یه دونه مثلا یوز میکنی بهتون چند تا میده 200 تا مثلا بهتون پول میده. میتونی یه چیزی داره گلیچ یه جور باگه. مثلا یه کاری میکنی این یه دونه مثلا یه دفعه میشه 999 تا. یه دفعه میشه 1 میلیون سود میده و کلی لول اپ میکنی. بذاریم کم شد چه من کلی اینا رو یوز کنم. تیر کمان واقعا نیازه. تیرشو واقعا نیازه بگیرین. اصلا نگران پشیمونیش نباشین. پول واقعا به دست میارین. نشد من گلیچو بهتون میگم خودتون اوکی کنید ولی تیر بخرین حتما. 140 تا دیگه میخرین. حالا اینو باید بکشیم. واقعا شمشیر کاتاناشو میخوام. یه کاتانا سامورایی داره خیلی قویه. خب بهمون کلید داد. اونو داد یه همچیز اصل کارش کاتاناه. ما اینو داریم اوچیگاتانا. خیلی سلاح سریعتر از تبره و قوی تره. خب چی گفت؟ میگه که برای اینکه ما بتونیم اینو استفاده کنیم چیزایی که مورد نیازمونه اینجا بهمون میگه. این بغل سمت موسو بیارم اینجا این وسیله مورد نیازمونه که بتونیم مثلا از سلاح استفاده کنیم. از این میتونیم استفاده کنیم ولی از این اوچیگاتانا چون ما اینجا علامت دستو ببین دکستریتی مهارت کمه 2 تا کمه نمیتونیم 4 ضعیف‌تر میشه ضربش که ما فعلا نگه می‌داریم تا موقعی که اینو بدیم بالا دیگه ایناش. آره مثلا تبر رو برمی‌داریم تا موقعی که اونو بدیم بالا 2 تا میدیم بالا بعد دیگه کاتانا برمی‌داریم چون کاتانا سریع‌تر هم سامورای دوست دارم همین که کاتانا خیلی سریع‌تره. سریع دیگه قوی هم که هست. بیا جلو بدم. بیشرف یا قرچ استفاده تمام شده. بودو بدم چی داد سلا؟ شمشیر شکست. واقعا دست در نکن.
بله این کل لوتی بود که تا اینجا میتونید بکنید. از اون قبرستون سلاح خفن تری، سلاحی چند سلاح خیلی خفن اونجا، ولی الان نرفتم برام چون زیاد مهم نیست، ولی شاید بریم قسمت بعد. اینجا یه آیتم داریم، روبرو هم باید بپریم آیتم داریم. 10 تا چاقوی پرتابی به کار میاد. خب بذار من بیام بالا ببریم. خب اینجا آیتم داریم. این سخته، هر کسی نمیتونه بیاد، ولی خب 24 رو تلاش کنین اوکی میشه. اینجا بهتون کراسپو میده با 10 تا تیراش فرق داره، کراسپو فرق داره، ولی اون تیر کمان عادی خیلی بهتر. تمام شد. آیتم چیز خاص همین بود دیگه تهش. اینم دوباره زنده شده. وای کار نره، ولش کن. بذار بکشیم چی. حال میده. آقا چی میگید آی نمیره آجی. حال میده. چه قشنگ کوبید تو صورتم. شلوار داد بریم. بابا بکشون ور چی میگید آخه. اونم آجی بذار ولش کن دیگه نمیاد. تمام اون ام پی سی که کشتیم دوباره زنده شدن. یه بار رشد تو آتیش. همه یکونه که تو اول هست. خب دیگه مهم نیست. دیگه میریم. ادامه میدیم مسیرمونو. به 6 تا اسوس فلس داریم. بس همین کافیه. به اندازه میرسه. بابا اونو نگی. ای وای سگ توش وای. با حواسم پرت شد یه جای دیگه افتادم پای. دارکس. بدبخت گیر کرده با. خوب باش. چجوری تیرش نخورد بودم. خب بچه اینا رو مسیرونو میریم دیگه اونور نمیریم. بزن پولشو بگیره آجی. پولاشو میخواد. وش چه وضع اومده. بذار ببینم نمیتونم. چقدر میخواد برای ارتقاء 2 تا دکستریتی. آخه بشینم هم چیز میشه دیگه سگ. بدش کن. بذار یه ذره بریم جلوتر تا یکی پول جمع کنیم بعد برگردیم. نه گارد میکنی شرف چی میگی تو آخه ضعیف نه. اینا برای من آسونه چون من قشنگ بازی کردم دستم از چجوری ضربه بزنم. برای کسی که اولین بارش سختش. خدا بدم اینجا یکی هست. باشه این حواستون باشه اینجا زدنش سخته چون صداتون گیر میکنه به دیوار. واقعا شاید شما رو بکشه. اینجا یه صندوق بهتون بمب فکر کنم بهتون میده. آره این بمبا خیلی دمیج میدن. و جلوتر بریم یه شوالیه خفن میبینیم. یعنی قویه دشمن ما ولی خب قویه دیگه. اینجا بذار اینو بزنم. خب یه چیز در مورد پر شدن استامینات. اگه ضربه بزنین استامیناتون خالی میشه. این هیچ. وقتی گارد میگیرین دیرتر استامیناتون پر میشه به نسبت موقعی که گارد رو ول میکنین. بس موقعی که دارین از دشمن فرار میکنین اینجوری نرین. سعی کنین اینجوری برین که گارد نگیرین دیگه. استامیناتون سریعتر پر شه. اینجا مادام اینا رو بزنین. اینا بعداً اذیت کنه. حتما باید اینو بزنین. بیا تو ببینم. نیفتیم پایین. بیشرف. اومد ضربه دوم بزنه چی کشتمش. آیتم دوباره از این سودا پولا خوبه نیاز داریم. من فکر کنم کلیدشو ندارم. ما دارم. اون مرد رو کشتیم بهمون کلید رو داد. یا باید میخریدیم یا باید میکشتیمش. ما کشتیمش. اینجا این این صندوق مهم توش چیه؟ گلدن ریجن. یه جور
یه جور آیتم جادوییه. شما اینو میزنید به سلاحتون برای مثلا چند ثانیه برقی میشه و دمیج زیادی میده. موقعی که میخواین با باس بجنگین ازش استفاده کنید، خیلی به کار میاد. توصیه میکنم استفاده کنید، ضرر نمیکنید. بذارم با این تمرین کنم. آخ نشد، چون الان قراره باس بزنم باید تمرینی میکرد. خب حالا کاری نریم، باس یه مدل دیگه میزنیم. 2 تا مدل داره دیگه، اینا که گارد میکنن رو بزنید. یه مدلش اینه که گاردشو با این ضربه صداشو بدین اونور، یعنی بشکنید گاردشو. یه مدلش اینه که خب یه مدلش اینه که بچرخین دورش تا ضربهشون بهتون نخوره. که این یکی راحت تره تا اون یکی، چون واقعا به زمان بندی اینجوری نیاز داره سخت. الان یه باس فایت میاد که باید اونو بزنی حاجی. باس فایت نیست، یه آدم مثلا اینو سربازن و اینجوری مثلا سرهنگ یه همچین حالت حسابش قوی تره دیگه. این خره اینجا میگم آیتم روبروش هم یه آیتم خاصی اونو برداره. داداشه اومدش. این واقعا بدی میزنه. اسمش بلک نایت بود فکر کنم. اومد دنبالتو میاد تا ابد. میخوام بکشم اینجا جای باز بجنگم باش. ببین این خاص، این راحت تر. اینو باید حتما اینجوری بزنید، نمیتونید با شمشیر رو در رو باش بجنگید، چون واقعا شما خیلی ضعیفین جلوش. خیلی بیا جلو ببینم. استامینام حواسمون باشه. آخ حاجی یه نصف سلس داریم. با نشد چرا فینیشش کنم. با درست دارم میزنم دیگه. نزن. برو بچه‌ها ما اینجا اومدیم برای اینکه من چیو برو کنم. بیا جلو ببینم بیشرف. بچه هیچ معجونی نداریم، اینو باید بزنیم. یه بار زدم گرفت، چرا دیگه نمیگیره؟ یه ضربه هم نمیگیره، چرا؟ بد میزنم بچه. وای نزن. موجی زد من. کاتانا میخوایم. آره اینجوری سخته، میگن چی میگم. حاجی نمیگرفت ضربم. درست میزدن. یه بار دیگه با بگیشون وردی تو گاوه میاد. بیشرف سگ. برم ور بچه میایم چی اومد دنبال من؟ من درست زدم دیگه. اینو یو الان دیگه واجد بیشرف. همه رو گاوی زدم. یه شمشیر گنده داد ولی به کار ما نمیاد. ما کاتانا رو داریم بس. بذار از یه پولو بردارم. خب بریم ارتقا بدیم به خودمون، بعد بیایم دوباره. تو واقعا کاتانا رو میخوام. بیام واقعا اون کاتانا رو میخوام. خب یه بار میشنیم. لول اپ چقدر خواهد؟ 2 تا اینو بدیم بالا. اوکی ایول. پس یه دقیقه وایسا.
ما اینا رو هم استفاده کنیم. چقدر پول میدی؟ 500 تا فکر کنم بده. 200. این فکر کنم بزرگتره. این 500. 400. حالا لول اپ. یه نواجی اچی مونده میدون بالا. تمام شده رفت. خب الان میدیم از کاتانا استفاده کنیم. اوچی کاتانا هم سواکتره. خب این کاتانا چی تمام شد. حالا یه دونه بزنیم بهتون نشون بدم. خیلی سریع تره. اومد نه؟ اون میاد دنبالم؟ نه اون دیگه نمیاد. بعد وقت هر دفعه داره فرق میکنه به مدل زنگیدن. بیا جلو بیدم. خب ایزی وینر. حال بکنید سرعتو. آیتم نداری که. نه بریم سراغ شوالی مستقیم. آخ گاوی نباید بیبدم. چقدر راحت تر هاجی. یا کجا اومد دنبال من؟ نه که این بالا هم بزنم. مطمئنم شوالی رو بکشم اینجا این اذیت کنم. واجه هارد شد. چقدر دقیقه این میگیره. نرفتم. واجه داشتم میافتادم. تمام شد. بیا اینم بزنیم این بالا. بله واجه قبلی این میگیره فنده ما زده بودمش. بیا جلو. با تکی بیا این دیگه. این است. چرا 3 تاه؟ نسخه جدید اضافه میکنه اینها رو. گارد شکست. فقط یه دونه معجون داریم. وایسا ببینم. میگم چرا اینو من عوض میکنم یه دمیج نخورم. خداحافظ. بفرما آجا ما بریم. ما رفتیم. میتونیم اینو رد کنیم بزنمش. صداش داره میاد. بیا آمد. تمام شد. 80 تا دمیج. چرا نمیگیره ضربه؟ گرفت. میتونم بزنمش. ضربه بگیره. چی جا خالی دادم. بیا جلو ببینم. آفرین شمشه قشنگی داره. آفرین بیشرف. برد که تو نمیری دیگه. یاد گرفت. دست آمد آجی.
بمیر دیگه با چکو گاو مرد دیگه. 100 هیچ نداره که. تایتان شارت داد. این آیتم برای آپگرید سلاحتونه. این شما این سلاحتون رو خیلی آپگرید کنی، مثلا همین کاتانا رو 5 6 بار آپگرید کنی خیلی قوی میشه. بعد مثلا همین آپگرید کنی، بعد حالت یخی بهش میدی، میزنی یخ میزنی، مثلا حالت آتشی یا برقی، خیلی خوبه. این آیتم چیه؟ این یه حلقه یه که شما میندازین و موقعی که اچپیتون کمه بهتون یه ذره خیلی کم باز چیز قوی تر بشین یا اچپیتون بیشتر بشه. یه ذره خیلی در معلوم نباشه ولی هست دیگه، برداریم بهتر. بریم این باس اصلی داریم، ما جلوتر یه باس اصلی داریم، واقعا یه باس فایت داریم. آخ یادم نبود است. بچه چون بر گندت نزدم آخه. یادم نبود اینجا چی، خیلی وقت بازی کردم یادم رفته چی به چی. بچه این پایین بیتونیم برین. بذاریم در باز بشه. آره این پایین برین یه باز خیلی قولی است. این سلاحش زره یعنی آرمورش، یعنی کفش و چکمه اینا انقدر سنگین و قویه که اینو بردارین تقریبا ضد ضربه میشین. تقریبا این خیلی دیر دمیج میخورید. این همچه حالتیه ولی خب سنگینه دیگه. مثلا میتونید چیت بزنید بردارین. البته کشتنش سخته، حالا نمیتونید بکشینش. در کل میتونیم هستی اون بالا هم کار نریم، اینا رو میشکنیم حال میده چون همینجوری تفریح. تا کمپایر بعدی میریم بعد سیو بود. البته غلط کردیم اینجا باس داریم نباید میبادیم. ببین میتونیم یه کار کنیم، میتونیم از آیتم استفاده کنیم. همین برقیه مربع میزنیم و یوز میکنیم. فعلا نه این بالا میرین دو تا آدم اینو میکشین چون باید بیاین این بالا آدم رو بکشین. من بهتون میگم چجوری. یه باس فایت این دیگه باس فایت. آخ به باس فایت نمیرسه. به باس نمیرسیم. چون کماش بیفتم هم که چی. خب باس فایت بعدم میریم چون یه طولانی میشه. آخ نمیشه برگشت. بذار بیدم آیتمی دارم که یوز کنم لولم چیز میم لولم اچیم پرشه. چی بود یوز میکردیم؟ بذار ببینم. فکر کنم آجی بزنیم پر بشه. آره با همین چیه بکی میریم جلوی باس میاد. باس خیلی قویه خیلی قویه. اصلا بالا میاد برگشت. بودا میریم بالا پله بالا میافتیم رو سرش دمیج بزنیم. بودا آه 400 خورده دمیج دادیم بهت. این شرف. بودا بریم اونور جا باز کنیم. عمو خوبی بیا بازی کنیم. اونجوری نه دیگه عادلانه. البته میتونیم بزنیمش. وای خورده. آی نزن سگ. بودا یه ضربه بزنم مرده. آی نزن. برو بالا. اینجا بعضی موقع رو پله بهتون دمیج میده. آی بودا بردیم بشو. آخه چقدر واسهتون بزنیم مرداج.
چقدر آرد بود این باس. بهتون سلاحشو داد و خیلی قوی باز شد. جلوتر نمیریم، برمیگردیم همونو میریم سیف کنیم. و این بود، من همینجا قطع کنم بعد خودم میرم همون چند فار قبلی سیف کنم. و این بود تا اینجای دارک سولز. مرسی که تا اینجا ویدیو، امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید و تا یه قسمت دیگه خداحافظ. 50 دقیقه شد.